اگه کنجکاوی که بدونی بابا نوئل کیه و از کجا اومده، جای خوبی رو انتخاب کردی. بابا نوئل یک شخصیت کارتونی و داستانی در فرهنگ عامیانه کشورهای مسیحی و عمدتاً غربی است. من تو این ویدیو به تاریخچه کامل بابا نوئل میپردازم. پس تا انتها با من همراه باش. بابا نوئل عمدتاً یک پیرمرد چاق با ریش سفید بلند و لباس قرمز است. معمولاً او یک کیسه پر از هدیه به همراه دارد که در روز کریسمس یا شب قبل از آن کادو و اسباب بازی رو برای بچه‌ها میاره. این باور وجود داره که بابا نوئل بچه‌ها رو به دسته‌های خوب و بد تقسیم میکنه و برای کودکانی که رفتار مناسبی رو در طول سال داشته باشند، هدیه‌های بهتری رو میاره. افسانه بابا نوئل رو میتوان به راهب مسیحی یونانی به نام سنت نیکولاس که حدود سال 280 میلادی در شهر میرا در ترکیه کنونی متولد شد رو نسبت داد. سنت نیکولاس از خانواده مرفه آن شهر به دنیا آمد و در کودکی پدر و مادرش رو بر اثر بیماری از دست میده و نیکولاس تا ایام جوانی رو کنار عمویش میمونه و همونطور که گفتم پدر و مادر نیکولاس ثروتمند بودند و عمویش تمام ثروت پدر و مادرش رو در ایام جوانی به نیکولاس میده. نیکولاس از همون اول جوانی مردی بسیار مذهبی و تمام عمرش رو صرف خدمت به دین مسیحیت کرده بود و تمام ثروتی که از پدر و مادرش به ارث برده بود رو برای کمک به مستمندان و بیماران اختصاص داده بود و در حومه شهر به عنوان محافظ کودکان و کارگران شناخته میشد. روزی نیکولاس از وضعیت مرد فقیری باخبر میشه که قصد داشت دخترانش را به بردگی بفروشه. به همین دلیل نیز نیکولاس کیسه طلا از شومینه خونه آن مرد فقیر به پایین انداخت و از قضا شب قبل دختران آن مرد فقیر جوراب‌های خود را شسته بودند و مقابل شومینه آویزان کرده بودند و کیسه طلا نیز درون یکی از همین جوراب‌ها افتاده بود و پدر دخترها هم چون به شدت مذهبی و مسیحی بود اعتقاد داشت که خدا این پول رو براشون فرستاده. البته در اون زمان اگه نیکولاس مستقیم پول رو به پدر دخترها میداد، برای آن پدر یک آبروریزی بسیار بزرگی محسوب میشد. نیکولاس جوری به مردم هدیه میداد که بگن این هدیه از طرف خداوند بوده. نیکولاس کارش شده بود هدیه دادن به مردم. دنبال فقرای شهر میگشت و به صورت غیر مستقیم پولو بهشون میرسوند. و الانم بر این باورن که دم شومینه برای هر نفر یک جوراب آویزان میکنن که بابا نوئل بیاد و سکه توش بندازه که بهش میگن استاکینگ. کارهای نیکولاس به حدی دوست داشتنی بود که فرهنگ اون شهر رو به طور کلی عوض کرد. نیکولاس به معروف ترین مرد این شهر معروف شده بود، به طوری که هر کسی در این شهر به کس دیگه‌ای کمکی میکرد میگفتن که این کار نیکولاسه و فقط نیکولاسه که دست مردم رو میگیره و کمکشون میکنه. و بعدها شروع کردن به داستان نویسی از نیکولاس که گفتن این آدم معمولی نیست. داستان نیکولاس واقعی بود، اما کم کم مردم تبدیلش کردن به افسانه بابا نوئل الان. نیکولاس برای همیشه در تاریخ مردی مهربان و به عنوان کسی که با خودش شادی رو میاره میشناسن. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لطفاً یادتون نره که لایک رو بزنید. در قرن 16 وقتی که امپراتوری روم از کاتولیک به پروتستان تبدیل میشه، یک کشیش آلمانی به نام مارتین لوتر میگه که نیکولاس نبوده که هدیه ها رو میداده، بلکه خود حضرت مسیح بوده که هدیه ها رو به مردم میده. خیلی از مسیحی ها مخالفت میکردن و گفتن که این بی احترامی کردن به خود حضرت مسیح هستش و اون شخص که هدیه میده خود نیکولاسه. خلاصه این داستان ها ادامه پیدا میکنه تا سال 1812. یک نویسنده آمریکایی کتابی در مورد کریسمس مینویسه که داستان سنت نیکولاس هم در کتابش هست، فقط اسمش رو به سانتا کلاس عوض کرده و کتابش به پرفروشترین کتاب سال تبدیل میشه. نویسنده هم میبینه که کتابش خوب فروش رفته، یک کتاب دیگر رو هم مینویسه که ادامه داستان سانتا کلاس هست و میگه سانتا کلاس با یک سورتمه‌ای که پرواز میکنه در شب قبل کریسمس میاد و کادوها رو به بچه‌ها میده. این دو کتاب باعث شد نیکولاس مشهور بشه و قرنها در ذهن مردم بمونه و بعدها نویسندگان دیگری در این باره کتاب‌ها داستان‌های زیادی رو نوشتن و داستان بابا نوئل رو در کتاب‌هاشون جوری توصیف کردن که یک پیرمرد مهربان که ریش سفید بلندی داره و سوار بر سورتمه‌ای است که هدیه‌ها رو شب قبل از کریسمس از شومینه خونه‌ها پایین میندازه رو نوشتن. خلاصه نویسندگان دیگه هم شاخ و برگ‌های زیادی به بابا نوئل دادن و کم کم گفتن که سورتمه‌ای که بابا نوئل روش میشینه چند تا گوزن شمالی هم هست که سورتمه رو میکشه. راستی در آخر ویدیو هم میپردازیم به اینکه ریشه کلمات بابا نوئل از کجا اومده و بعدها شاهکار نویسنده ها هم که تمومی نداره میگن که بابا نوئل در قطب شمال زندگی میکنه و کلی آدم کوتوله براش کار میکنن
که اسباب بازی ها رو برای شب کریسمس آماده کنن و این داستان ادامه داره تا سال 1931 که شرکت کوکاکولا یک پوستر تبلیغاتی از بابا نوئل رو میده بیرون. در اینجا دیگه بابا نوئل یک شکل جدیدی به خودش گرفته که لباس قرمز و ریش سفید و بلند با کلاه قرمز و سفیدی که بر سرش داره و این تیپ رنگ لوگوی کوکاکولا هم هست و مردم استقبال خوبی از این تیپ جدید بابا نوئل کردن و تا الان سانتا کلاس یا بابا نوئل به این شکل در جهان شناخته میشه. بابا نوئل هم از زبان فرانسوی ها گرفته شده که بهش میگن پر نوئل یعنی پدر کریسمس که فارسیش هم میشه بابا نوئل. خب این کل داستان در مورد تاریخچه بابا نوئل بود. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید.